درود بر شما، لحظاتتون به نیکی و نور باد. منی هستم، شهلا منی. خوش اومدین به یه برنامه دیگه. بسیار خوش اومدید. درود نازنینم. درود به همه شما. فهیمه عزیز، آمنه عزیز، MSA عزیز، یاسر، خب همگی، سعید، ارلیماز حمید از ترکیه، خوش اومدید. فرشته، خب بسیار همتون خوش اومدین به یه برنامه دیگه. دلم کلی براتون تنگ شده بود. به مهدادش، منم خیلی دلم براتون تنگ شده بود. خیلی مرسی از همتون. اولا میخوام واقعا تشکر کنم مرجان عزیز، سعید عزیز، از همتون. توی یه مدتی نبودم. خب آمنه جان، همونطور که میدونین یه مدتی دوباره من کم پیدا بودم. و سلام حمید فاتیا. Hi Hamid, who is it with you? خدا ما خود. So, lokum jou hier te zien. Deze programma gaat het in Perzische taal, maar bij deze mis ik jou wel. خب من که دوستام از هلند که الان توی ترکیه هست، توی فاتیه هست، اونجا داره با من صحبت میکنه که بهش خوش آمد گفتم به زبان هلندی. خب نوشته سلام، خیلی با مزه که نوشته. خود hartstikke goed eigenlijk. Ik spreek je wel. خب خیلی دارم برای همتون تنگ شده بود. یه مدتی من نبودم و الان دوباره برگشتم. حالا اولا که مرسی از همه اونه که توی مدت حال منو پرسیدین، گفتین کجایی، چرا لایو نمیذاری، دلمون تنگ شده. منم دلم برای همه شما بسیار تنگ شده بود. خب همونطور که توی یه دونه لایو گفتم، من دیدار خانوادگیمو داشتم و خیلی هم جالب بود. اتفاقا من اومدم فقط بگم من چرا نیستم، ولی خیلی توی این داستان گفتن من شما به من دایرکت دادید و توی دایرکت ها خیلی داستان ها اومد بالا، از اینکه خیلیاتون از این دیدارا ندارید، دلتون میخواد ولی به فکرش نیفتادین یا انجام نمیدین یا بنا به هر دلیلی. خب فکر کردم حالا که برگشتم بیایم راجع به این مسئله صحبت کنیم. راستی زبان هلندی چه زبانی هست؟ زبان هلندی خیلی هم سخته، زبان سختی. همونطور که الان شنیدید، من به احترام یکی از دوستان که توی لایو بود باهاش هلندی صحبت کردم و زبان خیلی قشنگی برای شنیدن نیستش. Ik spreek je later. Is goed Hamid Jan, is goed. Dankjewel. Ik spreek je later. Hartstikke leuk om jou hier te zien. En we praten gewoon wel later. Dankjewel. Ik kom wel binnenkort naar Turkije toe. Is goed? Hartstikke bedankt. Fijne avond. خب تشکر کرد که من باهاش هلندی صحبت کردم. من همینطور. حالا همونطور که شنیدین هلندی خیلی زبان قشنگی نیستش، ولی خب دیگه هلندی صحبت میکنن دیگه تو هلند که شبیه آلمانیه ولی فرق میکنه. خب حالا از این داستان که بریم بیرون، اینم به احترام دوست نازنینم که فارسی رو نمیفهمه ولی باز اومده توی لایف، باهاش هلندی صحبت کردم. خب این چند وقته که من نبودم کجا بودم؟ حالا بیایم سر این. ما سال یک بار یک یک دور همی یا یک برگزاری مراسم خانوادگی دور همی داریم که از همه کشورها فین آفاند از همه کشورها خواهر برادرها میایم توی یک کشور جمع میشیم، همدیگر رو میبینیم. من بهش میگم سران خانواده در یک کشور جمع میشن و همدیگر رو میبینیم، چون اگه این کار نکنیم همدیگر رو نمیبینیم. پس گرد همایی سران خانواده من بود
که دور هم جمع میشیم، از همدیگه انرژی میگیریم، به همدیگه انرژی میدیم، آفلاین میشیم هممون دیگه، آنلاین زیاد نیستیم و اون زمان رو با خانوادهمون سر میکنیم، بچگی میکنیم، شیطونی میکنیم، بازی میکنیم، میگیم، میخندیم به یاد تمام دورانه که ما بچه بودیم. خب یعنی وقتی که شما تو خانوادهتون هستین در واقع یه بار دیگه بچه میشین، بچگی میکنین. پیش هیچ کسی مثل خانواده نمیتونه آدم بچه باشه و ما این رو لازم داریم که گاهی اوقات دوباره برگردیم به خودمون. ما توی اجتماعمون همیشه آدم بزرگ هستیم و بنا به مسئولیت هایی که داریم اون نقشمون رو ایفا میکنیم. خب اون نقشمون رو انجام میدیم، نه اینکه بازی بکنیم و همیشه خودتون باشین. زیباترین و فوق‌العاده ترین چیزی که آدم نقش خودش رو بازی کنه. ولی خب پیش خانواده خاطرات خواهر برادری از بچگی بزرگ شدیم و همین میتونیم بزنیم توی سر کله هم، شوخی کنیم، بازی کنیم، جوک بگیم، حرف بزنیم و دیدار تازه کنیم، انرژی بگیریم برای ادامه زندگی. خب این یک رسمه که ما توی خانواده‌مون سالی یک بار انجام میدیم. چرا؟ چون شاید مثل خیلی از شما عزیزانم ما در یک کشور و یا در یک شهر حتی در یک کشور نیستیم. هر کدوم از ماها در یک کشور دیگه زندگی میکنه و باید این رسم رو نگه داریم که سال یک بار حداقل یه چند هفته همدیگر رو ببینیم، دلتنگیامون بره، درد دلامون بره، حرفا رو بزنیم، خلاصه یه کمی انرژی بدیم به هم و یه کمی انرژی بگیریم. و منم این چند هفته با خانواده‌ام بودم. طبق اون سال یک بار اتفاق افتاده بود. برای همینه که از شما دور بودم. درود بر شما آقای دکتر جوانمرد، بسیار خوش اومدید. و همه عزیزانی که مدت‌ها ندیدمتون بسیار دلتنگتون بودم. خب همونطور که گفتم ما از خانواده انرژی میگیریم. سعی کنین هر چند وقت یه دفعه خودتون رو با خانواده‌تون شارژ بکنید. اگر این امکانش نیست، خیلی برای من دایرکت دادیم و من فکر نمی کردم این یک مسئله مهم باشه یا برای خیلی ها درد باشه، ناراحتی باشه یا اصلا به فکرش نیفتاده باشم. دیدین آدم یه کاری که خودش فکر میکنه انجام میده فکر میکنه همه هم این کار رو انجام میدن یا همه هم اینطوری هستن. اونجا فهمیدم برای خیلی ها این اتفاق نیست. خب حالا اگر برای شما نیست، خواهش میکنم که سعی کنید اولا که به صورت یه رسم از خودتون شروع کنید، خودتون این رو آغاز کنید، به صورت یک رسم در بیارین که دور هم بشید. اگر که کسی رو ندارین سعی کنید که گاهی اوقات آفلاین بشین، با خودتون تنها بشید، با خودتون خلوت بکنید. هر چند وقت یه دفعه ما نیاز داریم که آفلاین باشیم و به صورت واقعی زندگی کنیم. خب ما تقریبا تمام روز، تمام هفته زندگی آنلاینی داریم. خب قشنگه شما خانواده آنلاین من هستین که خیلی هم دوستتون دارم. از شما هم من یه جور دیگه انرژی میگیرم، از شما هم من یه جور دیگه لذت میبرم، یاد میگیرم، انرژی میگیرم. شما خانواده آنلاین من هستین. حالا ما یه خانواده هم داریم آفلاین دیگه، به اونا هم برسیم. بعد یه خود واقعیمون هم داریم که اونم نیاز به رسیدگی داره، در خلوت، در سکوت، در مدیتیشن، در آرامش، در توجه به خواسته ها. خب وقتی که دیدم شما این رو ندارید و به من واسم پیغام میذارید و بعضیاتون حتی گفتین چه ایده خوبی، سعی کنین که اگر که خوب انجامش بدین، یا با خانواده‌تون یا با خودتون
یا حتی با دوستاتون که دیگه شدین یه خانواده، با اونها هم میتونید این کار رو انجام بدید که با هم دیگه یه ویکندی رو یه جا باشید، یه دوره همی بذارید و توی اون کلی انرژی واقعی انسانی رو ما لازم داریم دریافت بکنیم. پس اگر تا الان به فکرش نیفتادین، به این فکر بیفتین که چطوری میتونید این رو درست بکنید و برای خودتون اجرا بکنید. من این کار سال یه بار میکنم. امسال هم تازه دوره همیمون تموم شده و با انرژی خیلی زیاد و خوب برگشتم پیشتون. ولی تو این فاصله هم کلی برنامه‌های دیگه برای شما فکر کردم، تهیه کردم، کلی جریان و اتفاق. درود بر شما علیرضای عزیز، خوشحالم. من که شما رو نمیبینم، شما منو میبینید، ولی دلم براتون تنگ شده. پس کلی برنامه هم براتون درست کردم، رقم زدم که اونها رو هم با هم دیگه میریم یکی یکی همه رو اجرا میکنیم. در کنار اون دیدار خیلی جالبه که یه سکه کوچولو هم کار کردم. خب و کارام همش مربوط به شماست، مربوط به هیچ کس نیست، همه کارا مربوط به شماست. خب کیا دیدار خانوادگی رو دارن؟ برنامه‌های دوره همی‌های خانوادگی رو به صورت ثابت دارن؟ چون خیلیاتون گفته بودید ندارید. خب اگر دارید اینجا ممنونم، منم همینطور. اگر که اینستاگرام امارات یاری کنه، با امید خدا یه لایو 2 نفره دوباره میریم، دلتنگیامون رو برطرف میکنیم و صحبت‌های آموزنده و قشنگ برای دوستانمون چیز میکنیم. سلام عزیزم، پرده مینیمال اروپایی رو نصب کردیم. پرده مینیمالی اروپا رو نصب کرد. آره اروپا. آره ببین، راجب خوبش مثل که شما تو برنامه مینیمالی من بودین. خب من برنامه سبک مینیمالیست زندگی کردن رو در دبی دارم و اینجا به صورت مینیمالیست زندگی میکنم و خیلی هم خوشحال و راضیم. تو هلند کمی کمتر، تو هلند داره به طرف مینیمالیسمی میره، ولی کلا سبک مینیمالیسم رو توی خیلی از چیزا توی زندگیم پیاده کردم. درسته و خیلی احساس خوبی داره. مرسی همگی خوش اومدین. خب به من بگین که کیا با دیدار خانوادگی خودشون رو شارژ میکنن، کیا بچگی میکنن، بازی میکنن، چیزایی که ما لازم داریم. خب ببین مثلا چجوری بگم بهتون، خب شما هر شغلی داشته باشید، هر سمتی داشته باشید، به هر جایی از سوی زندگیتون رسیده باشید، به عنوان یک انسان نیاز به اون بچه بودنتون دارید که بازی بکنید. بازی خیلی به آدم انرژی میده. من تو هم یه برنامه تهیه میکنم برای بازی کردن که شما به عنوان بزرگسال اصلا وقتی بازی میکنید انقدر انرژی میگیرید، انقدر پر از شور و هیجان میشید که فوق العاده است. باید حتما امتحان بکنید. ببین ما باید فکر میکنم من خیلی شارژ میشم. خیلی خوبه. چی کار میکنی که شارژ میشی؟ برای من بگو که چی کار میکنی. برنامه امشب ما اون برنامه که داشتیم که با هم دیگه چای میخوردیم، خب تی تایممونه. برنامه لایو آموزشیمون شروع شده. این فقط تی تایمه، یعنی زمانی که من و شما با هم دیگه چای میشیم، گفتگو میکنیم و با هم دیگه صحبت میکنیم. صحبت‌های عامیانه که در کنارش این صحبت‌های عامیانه آموزشی هم هست، یعنی هم دیگه یاد میگیریم. خب پس خودتون رو شما چطوری شارژ میکنید؟ به من بگین کیا شارژ میکنن خودشونو و چطوری شارژ میکنید. حتما برام توی اینجا بنویسید که چی کار میکنید و چجوری خودتون رو شارژ میکنید. خب مثلا خیلی راههای شارژ کردن داریم. ما باید یاد بگیریم کمی
منیج بکنیم انرژیامون رو. مرسی. منیج بکنیم انرژیامون رو. چجوری باید منیج بکنیم؟ اولا یه سری جلوی خروجی های انرژیمون رو بگیریم و یک سری هم باید انرژی وارد کنیم، چون که ما یه کمی محدود انرژی داریم. خیلی باید دقت کنیم انرژیمون رو کجا و برای کی استفاده میکنیم و چطوری انرژیمون رو شارژ میکنیم، چون همه چیز روی انرژی ما میچرخه. خب دیدین وقتی انرژی داری کلی کار میتونی انجام بدی. وقتی یکی انرژیتون میخوره، انرژیت خالی میشه، کنار آدم‌هایی هستی که انرژی تو میخورن یا بهت انرژی میدن. خب راجب این خیلی صحبت داریم، راجب بازی صحبت داریم، راجب منیجمنت کردن انرژیامون بحث بسیار خوبی داریم، صحبت زیاد خواهیم کرد. ولی اول از همه سعی کنید که اولین جایی که شما انرژی میگیرین خانواده است. خانواده تنها گروه و کسایی هستن که شما هر طوری که باشید شما رو دوست دارن. شما مریض باشید دوستتون دارن، پیر باشید دوست دارن، چروک بیفته دوستتون دارن، موفق باشید دوستتون دارن، ناموفق باشید دوستتون دارن. هر طوری باشه خانواده همیشه شما رو دوستتون دارن و اونطور که هستین دوستتون دارن، نه اونطور که باید باشید. خب حالا کیا خودشون رو به خانواده شارژ میکنن؟ اونایی که شارژ میکنن یکی دونه قلب زرد بزنید این زیر ببینم که کیا خودشون رو با خانواده شارژ میکنن و به من بگین کیا خودشون رو همینطوری شارژ میکنن. کسایی که خودشون رو با چیزای دیگه شارژ میکنن قلب یه رنگ دیگه بزنید، کسایی که با خانواده شارژ میکنن قلب زرد بزنید. خب پس باید خودمون رو شارژ کنیم. حالا ما روش های شارژ بسیار داریم دیگه، مثل خب آقای دکتر جوانمرد قلب زرد داد با خانواده خودش رو شارژ میکنه. خیلی عالیه، چون یک انرژی بسیار زیبا و خالص هست خانواده. به دلایلی که گفتیم قرمز هم که زدین شما، خب با چیزای دیگه هم با همه چیز خودشون رو شارژ میکنن. عالی بود، عالی بود. خیلی خوشحالم که با چیزای مختلف هست شما خودتون رو شارژ میکنید. ما نیاز داریم که انرژیامون رو منیج بکنیم. خب گفتیم که با خانواده شارژ میشه، با دوستان شارژ میشه، با بازی کردن شارژ میشه، با مدیتیشن شارژ میشه، با تنها بودن با خودمون شارژ میشه، با طبیعت شارژ میشه. یک لیست براتون تهیه میکنم که شما با چی میتونید خودتون رو شارژ بکنید و بعد اون انرژی رو برای چه چیزهایی استفاده میکنیم. بعد میایم اون رو توی خودمون در واقع دارم دنبال کلمه خوب میگردم که اون انرژی رو در واقع مثل کاتالیزاتور تبدیلش میکنیم به یک انرژی بهتر برای اینکه ما یک آوتپوت خوب داشته باشیم برای زندگیمون، برای جامعهمون، برای خودمون. خب که بتونیم یک تبدیلش میکنیم به یک انرژی که بتونیم بدیم. پس هم دریافت کننده هستیم هم رسوننده هستیم. باید برسونیم این رو. خواستم من توی مدت خیلی انرژی رو شارژ کردم. میگم با شماها جدا شارژ میکنم. با تازه میفهمم که زندگی بدون خانواده دستای عزیزم در قرین خصوص ماها که دور از عزیزان هستیم خیلی سخته. ببین این رو خیلی زیبا گفتی آذر عزیزم، خیلی زیبا گفتی این رو. ببین ما اونایی که بیرون از ایران هستن میفهمن که نداشتن خانواده چقدر سخته و نداشتن خانواده چقدر سخته. هم سخته، میتونم بگم سخته. و داشتن وجود خانواده کنارت چقدر مهمه، چقدر ارزشمنده و چقدر لذت بخشه. خب
این رو بیشتر اونایی که ندارن درک میکنن، اونایی که خانواده ندارن یا اینکه بیرون از ایرانن، از خانواده هاشون دور هستن. خیلی این آدما بیشتر این رو حس میکنن، چون شما وقتی دلت میگیره یا حرفی داری در یه شهر هستی، میتونی پاشی بری خونش، خوشحالی، ناراحتی، هر چیزی. ولی کسایی که بیرون از ایران هستن در وقتی که میخوای نیستن، هر وقت که میخوای نیستن، میدونی، هر وقت که دلت تنگ میشه نیستن. شادیاتو نمیتونی باهاشون تقسیم کنی، غماتو نمیتونی باهاشون تقسیم بکنی و این خیلی حس خوبی نیست. خب من سعی میکنم از کلمات منفی استفاده نکنم. خب توجه کردی، نمیگم حس بدی، حس خوبی نیست. خب این رو ماها بیشتر درک میکنیم. حالا اونایی که بیرونن، حداقل شماها این کار رو انجام بدین لطفا. سال یه بار یه دونه گرد همایی سران خانواده تشکیل بدین، بذارین همدیگر ببینیم، چون زمان خیلی زود میگذره، خیلی زودتر از اون که فکر میکنیم دیر میشه و نمیشه همدیگر ببینیم. پس از این روزا، از این زمان ها استفاده کنید لطفا و قدر اون چیزهایی رو که دارید بدونید. هیچ چیزی رو به فردا نندازید. امروز تلفن بردارین، زنگ بزنید به عزیزانتون، پیغام بدین، بگین که چقدر دوستشون دارید. اگر امکان دیدار دارین نه ببینید، اگر ندارید دیدار رو فراهم بکنید. خب از خودتون شروع کنید، منتظر نباشید که یکی دیگه. تو زندگی منتظر هیچ کس نباشید. هیچ کس قرار نیست هیچ چیزی رو برای شما فراهم کنه. هر چی که میخواین باید خودتون فراهم کنید و شما باشین اون اولین کسی که این قدم رو برمیداره. خب برای دیدار، برای دور هم بودن، برنامه‌های جذاب درست بکنید. به یه بهانه‌ای، میدونی، به یه بهانه کوچیکی همه رو دور هم جمع بکنید، کسی که دوستشون دارید و انرژیتون رو ازشون دریافت کنید و بهشون انرژی و ساپورت بدید. خب این چیزی بود که در واقع من میخواستم با شما شیر بکنم، علت نبودنم و اینی که چه چیزایی توی مدت دریافت کردم. خیلی هم خوشحال و پر انرژی برگشتم. خیلی گفتین که عکس از اون روزا نذاشتی. خب یه سری عکس خوب خانوادگی نمیشه گذاشت، یه سری عکس رو میذارم. من تو مدتی که با اونا هستم اصلا توی طرف تلفنم نمیام، تو سوشال مدیا نمیام زیاد. واقعا امسال فقط یه خورده برای شما پست گذاشتم که غایب نباشم زیاد، ولی بقیه موقع ها سعی میکنم اصلا طرف تلفنم نرم و یک زندگی واقعی رو تجربه کنم. برای همین که این کارا رو انجام ندادم. خب حالا گفتیم که یه سری هم برنامه درست کردم دیگه، خیلی قوی میریم سراغ برنامه‌های مدیتیشنمون رو انجام باید بدیم، ژورنالینگمون رو باید انجام بدیم، برمیگردیم سر درس و مشق و یادگیریامون. خب فکر نکنین از شما من غافل شدم و حواسم هستش که کیا کاراتون رو انجام دادین، کیا انجام ندادین. بهترین کارم همینه. چیزهایی رو که میگیم باید عملی کنیم. خب چیزهایی که من صحبتشو میکنم اول خودم کردم، انجام دادم، تجربه کردم، یعنی دانشم رو زندگی کردم، شده تبدیل شده به خرد و اون رو میام به شما میگم. نمیام به شما چیز دیگه بگم بعد خودم برم یه کار دیگه بکنم. اینو شاید تو برنامه همه دیدین که من میام به شما همون چیزی رو میگم که خودم انجام میدم. بارها دیدین من یه غایب میشم، غیبت دارم، غیبت کبرا، غیبت صغرا دارم. چرا؟ میرم خودم رو شارژ میکنم، میرم مثلا یه دونه ویکند یه برنامه ریتریت میذارم به جایی، مثلا توی معابد میرم در سکوت فقط مدیتیشن میکنم،
یا میرم در جنگل، دور میشم از همه چیز. اون چیزایی که به شما میگم خودم من میرم، یعنی اول در واقع خودم انجام دادم، بعد میام به شما میگم. تجربه زیسته خودم رو با شما شیر میکنم، به این علتی که من میتونم بگم دقیقاً چه کاری چه حسی داره و اگر این کار کنیم چی میشه. چون دانش و آگاهی تا وقتی که زندگیش نکنی نه به خودت نتیجه میده، نه دیگران حس میکنن که تو داری اونا رو واقعا میگی. خب یک مثال داریم در فارسی که آنچه که من همیشه مثالا خیلی کلمات دقیقش یادم نیست، آنچه که از دل برآید بر دل نشیند. خب حالا فکر کنم یکمی کلماش کامل نبود، ولی اون چیزی که از دل من برمیاد هست که به دل شما میشینه. چرا که خودم اول انجام میدم، چون میگم من باید بدونم چیزی که دارم میگم چی دارم میگم به شما و به چه دردتون میخوره و چه حسی داره. خب پس مدیتیشن انجام بدید، با خودتون تنها باشید، خلوت کنید، توی جنگل برید و حواسم هستش که اونایی که انجام دادن برای من فرستادن، دایرکت کردن، از این بعدم قوی میریم که اینا رو انجام بدیم. تقاضاهای بسیاری که توی دایرکت داشتم این بود که برنامه بذارم که چطوری دوباره راجع به خلوت و تنهایی خواستین نامه ببین خودتون میخواین صحبت کنم، چجوری ما در خلوت و تنهایی خودمون احساس راحتی بکنیم، احساس آرامش داشته باشیم، از خودمون نترسیم، با خودمون خلوت کنیم، چطوری این کار رو انجام بدیم. این درخواست خیلی ها بوده، خیلی صحبت کردیم راجبش، ولی مجددا درخواست کردیم. خب مدیتیشن هم که جزو کارهای اصلی مونه که بازم درخواست داشتیم، ولی این دفعه مدیتیشن رو میریم دیگه آموزشش رو میدیم، یعنی آموزش مدیتیشن رو انجام میدیم، چون اولین اساسی ترین کاری که ما باید تو زندگیمون بکنیم مدیتیشنه. حالا بنا به دلایل این دیگه گپ و گفتگو ها، من نمیخوام زیاد وارد چیزای آموزشی امشب بشم، چون امروز فقط من دارم با شما گپ و گفتگو میکنم. ولی خب اولین قدمی که اگر یه نفر میگه من میخوام زندگیم رو تغییر نه تحول بدم، ما از تغییر گذشتیم. ببین یه سری چیزا رو ما دیگه ازش رد شدیم. خب مثل ما نمیخوایم تغییر دیگه. تغییر در جهانی که امروز ما زندگی میکنیم که همه چیز سرعتش زیاده، تغییر زیاد معنی نداره. برای قدم های ما کوتاه، کوچیکه. ما تحول لازم داریم. ما میخوایم که تحول توی زندگیمون ایجاد بشه. من دیگه برای شما تغییر صحبتی ندارم بکنم. ما میخوایم تحول کامل، چون تغییر در زمانهای گذشته بود، یه کوچولو باید تغییر میکردیم درست میشدیم. الان دیگه اینطوری نیست. الان ما نیاز به یک تحول خیلی سریع کامل داریم. خب پس اگر یه نفر به من بگه که من میخوام در زندگیم تحول ایجاد کنم، اولین قدم از کجا شروع کنم؟ بهتون میگم اولین قدم رو از مدیتیشن آغاز بکنیم و ژورنالینگ. این دوتا مثل الفبای خودشناسیه. خب الفبای خودشناسی ژورنالینگ و مدیتیشن. از اونجا آغاز میکنیم، بعد با هم دیگه پیش میریم یکی یکی. خب میدونم هم که شما به هر دو تا مسئله خیلی علاقه داشتین. ژورنالینگ که واقعا خیلی ریاکشن های خوب داشتیم، مدیتیشن هم همینطور. اینا رو دوباره با هم دیگه میریم آغاز میکنیم. خب کیا مدیتیشن انجام میدن؟ کسایی که تو لایو هستید اگه مدیتیشن انجام میدید قلب بزنید، یه چیزی در کپشن توی همین کامنت ها رو نبستم من که شما بتونید ریاکشن انجام بدید. یه نفر
یه نفر تقاضا داده بود بیاد بالا، نمیدونم الان هست یا نیست، من الان دیدم که بیادش بالا. کیا مدیتیشن انجام میدن، کیا ژورنالینگ انجام میدن؟ خب آفرین، ماهی جان نوشته که یه قلب بنفش خوش رنگ زده که انجام میده. ژورنالینگ چی؟ کیا انجام میدن؟ خب بچه واقعا میخوام بهتون بگم اگر که میخوایم تحول ما انجام بدیم باید شروع کنیم به کارها، باید یه کاری براش بکنیم، نمیتونیم که بیکار بشینیم و معجزه اتفاق بیفته. پس اگر که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، باید تغییر تحول انجام بشه، باید حرکت باشه، حرکت باید انجام بدیم. پس ازتون میخوام مدیتیشن نوشته، آفرین آفرین، خیلی ماهی عزیزم، اگه من حال درست میگم اسمتون رو، نازنینم، خیلی خوبه، آفرین، قدم اول رو برداشتی. به زودی توی همین پیج ما مدیتیشن کلاساش رو رایگان داریم که با همدیگه قدم به قدم یاد بگیریم تا بتونیم که پیشرفت بکنیم، تا بتونیم اون تحولی که میخوایم ایجاد بکنیم. از خودمون آغاز میکنیم. همیشه من گفتم چی؟ از خودمون. ما باید از خودمون شروع بکنیم، هیچ کس رو منتظر نباشیم. سلام و درود به همه که تازه اومدن. خب لایو داره تقریبا تموم میشه. خیلی کوتاه من اومده بودم که بگم که چرا نبودم، کجا بودم، دلم براتون تنگ شده بود، میریم دوباره برنامه ها رو شروع بکنیم. نوشته مرسی عزیزم. بله درسته، واقعا واقعا معجزات، یعنی مدیتیشن دست کمی از معجزه نداره. خب موضوع لایف نازنین دلم، موضوع لایف بود که نگران نباشی، چیزی از دست ندید. فقط اومدم علت غایب بودنم رو بگم و اینه که بگم که رفته بودم انرژیمو چجوری شارژ بکنم با خانوادم. موضوع لایف این بود که ما باید در اینه که توضیح دادم که چرا یه مدتی نبودم و چی شده. لایومون آموزشی هم بود که یاد بگیریم که اگر نیستیم داریم میریم چه چیزی رو شارژ بکنیم و با چه کسایی شارژ بکنیم، که مسئله خانواده بود. انرژی گرفتن انرژی سالم از خانواده، موضوع لایو این بود. و از این بعد گفتم دوباره برگشتم، دوباره حسابی میریم میکوبیم و برنامه ها رو خیلی خوب انجام میدیم. حداقل من میخوام که بچه‌ای که توی این پیج من هستن، نازنینا که تو این پیج خودتون هستید، باید یه پیشرفتایی رو ببینیم. نمیشه که همینطوری من بیام شما بریم و اتفاقای خوب نیفته، گرچه که خیلی اتفاقای خوب افتاده، ولی انتظار من خیلی بیشتره. میخوام اتفاقای فوق‌العاده بیفته، اتفاقای خوب که دیگه باید میفته، ولی اتفاقای فوق‌العاده من میخوام از شماها. میخوام همتون انقدر خوب و فوق‌العاده بشین که من از این راه دور شارژ بشم. خب پس میریم که همه این کارا رو، آره ماهی عزیزم، آره باید بریم اینا رو انجام بدیم دیگه عزیزم. ژورنالینگ رو انجام بدیم و مدیتیشن رو انجام بدیم و میریم برای اینه که آهسته آهسته یاد بگیریم که چجوری انرژیامون رو منیجمنت میکنیم. خب یعنی مدیریت انرژی رو یاد میگیریم و خیلی مسائل دیگه. خب دلم براتون خیلی تنگ شده بود، دوست ندارم برم، ولی میخوام که لایو رو طولانی نکنم که شما هم دیگه حوصلتون سر نره. این برنامه ما چیز بود، تی تایم بود، یعنی زمان چای و گفتگوی من با شما عزیزان که معمولا سوژه‌اش رو شما انتخاب میکنید. گپ و گفتگوی دوستانه آموزنده هست. خب نه گپ و گفتگوی دوستانه همینجوری ولی آموزنده. حالا شما هر سوالی دارین از من میتونید بپرسید. خب اگه هر کسی هر سوالی داره میتونه که از من بپرسه. 5 دقیقه با هم دیگه اینطوری صحبت میکنیم، بعدش دیگه من میرم که بقیه برنامه ها رو برای شما بسازم. مشغول تهیه خیلی برنامه ها براتون هستم. خب اگه سوالی هم ندارید که من میرم که شما هم جمعه شب دیگه حتما مهمون داشتید، مهمونی بودید، خسته شدید، میخوایم برین استراحت بکنید.
خب ببینم که کسی سوالی داره. هر سوالی این تو این قسمت الان آزاده. کلاس ها از کی شروع میشه؟ ما جون کلاس ژورنالینگ توی وبسایت آنلاین هست. خب یعنی هر زمان که شما برین توی وبسایت کلاس ژورنالینگ رو در جا میتونید تهیه بکنید. کلاس مدیتیشن برای ترک وابستگی، کلاس مدیتیشن رو به امید خدا برنامه دارم که از هفته دیگه آغاز کنم و شما رو میارم توی یک گروهی بهتون حالا اعلام میکنم که اونجا اونایی که علاقه‌مند هستن فقط باشن. کلاس خصوصی میذاریم. آره ماهی جان، کلاس خصوصی خیلی سوال خوبی کردی. معمولا کسی سوال نمیپرسه و منم بیشتر خودم عنوان نمیکنم. من فقط یک گروه خاص، ببین من مشاوره میدم. مشاوره ها خب خصوصی هست، 1 به 1 هست، مشاوره های گروهی هست، ولی یک گروه من بچه‌ها رو دارم که باشون به صورت منتورینگ کار میکنم و فقط اونا مثلا فکر کنم 1 سالی میشه، 7-8 ماهی میشه، 1 سالی میشه که من با اونا به صورت منتورینگ کار میکنم. یعنی فقط نسبت به نیازهاشون با هم دیگه کار میکنیم و بچه‌هایی هستن که جدی دارن روی رشد معنوی خودشون رشد معنوی خودشون حرکت میکنن. اون رو داریم. اگر که دوست داشتیم به من دایرکت بدیم ببینم که نیازتون به چی هست و چطوری میتونم که کمکتون بکنم. ولی مشاوره که همیشه هستش. برای ترک وابستگی ها من مثل خودکارم رو اینجا آوردم. ترک وابستگی ها خیلی خوبه. این سوال که گفتیم برای ترک وابستگی ها برنامه بذاریم. بیا فقط یک تیپ کوچ من نوشتم که یادم نره، چون موضوع خیلی خوبی رو گفتیم برای ترک وابستگی ها. فقط یه چیز کوچیک بهتون الان بگم. ببین ترک وابستگی ها هر چقدر شما به درون خودتون بیشتر برید، خودتون رو بهتر بشناسید، با خودتون خلوت کنید، وابستگی های شما کمتر میشه. چون هر آنچه را که میخواهید درون خودتون پیدا میکنید. کلاس خصوصی هم ماهی جان توی هلند قرار بود انجام بدیم. هوا خیلی بد بود، انقدر بارون اومد ما کلاس دیگه نتونستیم اونطوری اجرا بکنیم. اون چیزی که من در نظر داشتم، انقدر که هوا توی تابستون اونجا بد بود. ولی شاید این کار رو در دبی انجام بدم. بستگی داره که ببینم که بچه های دبی چطوری هستن. خب امیر عزیز نمیدونم چی نوشتی. اونم که امیر عزیز استاد لطفا در مورد ترک وابستگی به همسر صحبت بفرمایید که چه کار بکنم. خب این توضیح خیلی مفصلی داره برای ترک وابستگی به همسر. واقعا خیلی مفصله. فقط اکثرا، حالا من که شما رو نمیشناسم، اکثر اونایی که خیلی وابستگی دارن کسایی هستن که از خودشون دور هستن و تمام در واقع اون عشق به خود رو ندارن. زمانی که شما خودتون رو میشناسین، عشق به خودتون پیدا میکنید، خودتون رو شناسایی میکنید، با خودتون خلوت میکنید، آهسته آهسته نیازی که حتما یک نفر کنار شما باشه تا ساعت شما رو پر کنه، وقت شما رو پر کنه، شما رو خوشحال بکنه، اینا کم و کمتر میشه. گفتم بحث طولانیه ولی دلم میخواد یه حداقل یک کوچیک بشه که من کمک شما بکنم. پس زمانی که شما برمیگردید درون خودتون رو بهتر شناسایی میکنید و میبینید که نیازتون کمتر میشه. ما همه چیزمون وابستگی به علت اون نیازی هست که ما داریم که یک شخصی بر ما یک کاری بکنه. چرا شما مثلا به یک نفر غریبه اون نیاز و وابستگی رو ندارید؟ چون که اون
چیزی رو که شما میخواین و میدونین که اون بهتون نیاز ندارین نسبت بهش، ولی همسرتون چون نیازهای شما رو، نیازهای روحی رو برآورده میکنه، اون رو نیاز دارین. وقتی که همه چیز رو بیاین توی خودتون پیدا کنین، خیلی خوبه که همسرتون رو دوست داشته باشید، خیلی زیباست، ولی وابستگی هم شما رو غمگین و ناراحت میکنه، هم مطمئن باشید اون هم زیاد خوشبخت نیست از این وابستگی. خب سلام و درود بر همه شما نازنینانم که حالا الان اومدین، دیرتر اومدین، خوش اومدین. خب ما به آخر لایو رسیدیم. گفتم هر سوالی دارین، سوالات آزاد میتونین بپرسید، چند دقیقه سوالا رو جواب میدم و بعدش دیگه جمعتون رو برین لذت ببرید. لایک یادتون نره، کامنت لطفا یادتون نره. از کامنتاتون من خیلی یاد میگیرم و میتونم ادامه مسیر بدم. خب از ادامه مسیر ما نسبت به کامنت های شماست و برنامه های میتیشن به صورت آنلاین احتمالاً از هفته دیگه آغاز میشه. توی دوبه به صورت کلاس برگزار خواهیم کرد. توی هلندم که احتمالاً بعد از سال نو میلادی، قبل از سال نو دیگه توی هلند برنامه‌ای نداریم. خیلی بیشتر میتونم به طور نازنینم که بر وابستگی پرسیدی توضیح بدم، ولی خب خیلی یعنی یک بحث مفصله. فقط بیشتر خودتو دوست داشته باش، بیشتر خودتو بشناس، ببین توی نازنینم خودت چی میخوای. خب بعد مطمئن باش شوهرت هم اینطوری بهتر دوستت داره تا وقتی که همش اولویت زندگی یک مرد همسرش هست یا مادرش. خب ببین اولویت زندگی یک مرد به نظر من هر دوی شما هستید. یک چیزی رو که باید به شما بگم اینه که اگر مردی رو دیدید که به مادرش اهمیت نمیده و براش ارزش نداره، بدونین که شما رو هم به راحتی کنار میذاره. خب کسی که به اون کسی که بزرگش کرده وفادار نمونده، مطمئن باشین به شما هم وفادار نمیمونه. خب باید یه طور بشه که هر دوتای شما رو دوست داشته باشه، هر دوتای شما قراره که اضافه بشید نه کم بشید. خب شاید که این جمله من خیلی خوب برای شما الان نیاد، ولی به مردی که خانواده‌اش رو بذاری کنار، شما اصلا اطمینان نکنید. چرا؟ چون شما رو دیگه خیلی راحت تر میذاره کنار. خب نوشته استاد شما از بوتاکس برای ابروهاتون استفاده کردین؟ خب یا نه؟ سوالی جملهش. حالا یه چیز جالب بهتون بگم که شاید خیلی بسیار تعجب آور باشه ولی اینطوری هست. خب ببین من همیشه میرم این طرف و همین طرف که دست میزنم، بوتاکس میزنم که اینو بیاره پایین به صورت اتوماتیک، یا میمه که صورت من اینطوریه، یه ابرو رو میارم بالاه. خب و جالبه که من هر چند وقت دفعه شاید تنها پاشنتی باشم، تنها کلاینتی باشم که میرم اینجا رو میزنه که این ابروی منو، این یه دونه رو بیاره پایین تر، چون این یکی پایین هست. خب ولی این بالاست مثل آی با کلا. بعد میره اینو چیز میکنه، صدا و تصویرم نیستش، میرم اینو میزنه که بیاره پایین یه خورده، چون این خیلی بالاست و من دوستش ندارم. بهتره که مثلا پایین باشه، پایین که نرمال باشه دیگه، مثل این یکی باشه که نرماله. این خلاصه اینم از گفتم هر سوال بکنین جواب میدم دیگه، اینم گفتم جواب بدم. صدا هست؟ خب اگر صدا و تصویر هست بگین. سوال دیگه هست دایرکت پیام میدیم به. آره عزیزم، همه کسایی که دایرکت پیغام میدن من 99% خودم شخصا جواب میدم. ترجیح هم اینه که با شماها مستقیم در تماس باشم و جواب درست رو بدم.
پس هر کسی دایرکت بده من پاسخگو هستم. حتما بدین. برای من نیست، شاید مشکل از نت هست. آها ممکنه میشه دایرکت پیام سوال بپرسم؟ بله حتما. هر سوالی دارین حتما به من دایرکت بدین. همه سوالات شما رو من جواب میدم دایرکت. بعد اون بانوی عزیزم که گفته بود نوشته بله ببین خیلی مهربونی، مرسی عزیزم، مهربونی. ما همه باید اینطوری باشیم دیگه، درسته؟ بعد شما که واسه همسرت گفتی واقعا این رو یه کمی فکر بکن. مردی که وفادار به مادرش نباشه قابل اطمینان نیست، واقعا نیست و شما هم به راحتی رها میکنه. خب این یک قانون کلیه. مواظب این فکرتون باشین که باید بره همسر مادرش رو ول کنه به منو بچسبه. اگر من همسرم میرم چی کاری بکنه اصلا بهش اطمینان نمیکنم. فکر میکنم وفاداریت معلوم شد. اون زنی که اون بانویی که شیره جانش رو به تو داده و تو رو بزرگ کرده و همه زندگی توه و اگر تو حتی 100 تا زنم عوض کنی باز اون میمونه، تو اونو ول کردی. خب دیگه با من چی کار میکنی؟ خب پس بذارید اون مادر باشه، این باشه، اتفاقا کمک کنی روابط بهتر بشه، خودتون عزیزتر میشید، خودتون بهتر میشید. شما قراره به یه خانواده اضافه بشید. خب وقتی که این حس رو بدین و سعی کنید یه کامیونیتی یک پارچه درست کنید. خب اینجوری باور کن هم همسرتون بهتر دوست داره، هم دعای اون مادر بیشتر پشت سرتون هست. اگر هم بد میکنن، میدونم تو بعضی از خانواده ها اینطوریه، ولی اگر هم بد میکنن هر چه کنی به خود کنی، گرچه همه نیک و بد کنی. اگر بد میکنن مطمئن باش به خودشون میکنن و به خودشون هم برمیگرده. خب شما توی دبی کلاس دارید. توی دبی به زودی زود کلاس همون برگزار میشه. آره اولین کلاس همون رو در دبی برگزار میکنیم. اگر شما دبی هستی حتما به من پیغام بده که بتونم وقتی کلاس ها آغاز شد به شما پیغام بدم، چون یه ایونت قرار هست اجرا کنیم که یه برنامه مفصل برای اون ایونت داریم. آره کسایی که از یا هلند هستید یا دبی هستید به من پیغام بدین که این دوتا کشور ما کلاس ها و ایونت های حضوری داریم. خب ببینم اگه سوال دیگه دارید. سوال زهرا جان اگه دبی هستی حتما به من دایرکت بده. خب بچه‌ای هم که البته حالا اگه گذاشتیم اونا که از ایران میخوان بیان دبی که میتونن باز بیان و باشن. خب سوال اگه سوال دارید بفرمایید، اگه ندارید که یادتون باشه مدیتیشنتون رو انجام بدین، ژورنالینگتون رو انجام بدین، دایرکت هر چی سوال دارین بپرسین. خیلی خوشحال میشم که به من انرژی بدین با لایک و کامنتاتون در پستا. به من انرژی بدین لطفا و به من مسیر بدین که چه چیزهای نیاز شما هست که انجام بدیم. توی این پیج ما بیشتر راجع به خودشناسی صحبت میکنیم و چطوری میتونیم مدیریت تحول زندگی این رو صحبت میکنیم که خیلی هم بحث جالب و شیرینیه. خب دوستتون دارم خیلی زیاد. دلم براتون خیلی تنگ شده بود. برنامه رو همینجا پایان میرسونیم. از این بعد دوباره برنامه‌های آموزشی که به صورت لایو هست رو دوباره میریم که ادامه بدیم. مواظب خودتون خیلی باشید. شبتون پر ستاره در عشق و نور و آگاهی باشید و بمانید.